امو پارچه تمثیلی بعدن آستا پروگرام خود شروع میکنیم. البته با سرور جان ایدر تا آخر شب امرای شما هستم. افتخار میکنم به فرق ملت افغانستان خود. ما کلتان وجودم هستین، افتخارم هستین. اگر سوا خطایی میشه من به بزرگواری کنم. بخیر دروازه را باز کو دختر. بخیر که خانه هاست ما قدر دنبال ششته نمیتونم. بخیر تکلیف گرده داره شاشه کده دیوانه بخیر که کی هست قدر تف میزنه. بخیر که امو نباشه. مادر بخیر که همون نباشه. نال باز نال لا حول ولا. بخیر که تک میزنه خونموت. مادر من امتحان دارم. الان ناکام بانی. ناکام بانی. غیر 24 ساعت آخرم امتحان دارم هیچ گپ معلوم نیست. چند سال است که پارچگم است. کی هستی؟ کیست؟ چرا جواب نمیدی؟ کی هستی؟ فاروق ہے. بخیر که میگه فاروق ہے کی بیادرت ہے داره. بخیر ہمارا مہینہ پورا ہے کرایہ دے دو. آزاد نفهم. تو بیا تو که دختر. بخیر که من اردو یاد ندارم که تازی گپ بزن که چی میگه این سیای پدر ناله. ہمارا مہینہ پورا ہے کرایہ دے دو. مادر آخرش اینه بگو اردو میشه. شما کی ہے؟ فاروق ہے. فاروق خانه نہیں ہے. فاروق درست شده که کابل رفتن ہے. همسایه مامان آوردن ہے که در خانه ما در آشپزخانه راکت خوردن ہے. میگوید که در کابل جنگ ہے. ہمارا مہینہ پورا ہے کرایہ دے دو. هزار دفعه دے دو کن کاغذیا. هزار دفعه. تو یک دفعه گپای مرا گوش کردن ہے. من پیسه داره دادن ہے که فاروق خانه نہیں ہے. فاروق صبح کابل رفتن ہے. داشت پس خانه مادر مرده. برای من همسایه ما که از کابل آمدن ہے قصه کردن ہے که در آشپزخانه تان راکت خوردن ہے. از آشپزخانه تیر شدن ہے در تشناب خوردن ہے. از تشناب تیر شدن ہے در مرغانچه خوردن ہے. اول دیگه مرا خور کردن ہے. دوم تشناب افتاوی خانه را خور کردن ہے. دیگه در این مرغانچه که خوردن ہے مرغ مرا شهید کردن ہے. تخم دادان گونش ہے شهید. ہمارا مہینہ پورا ہے کرایہ. نه خب کرایه تا ده داد. تو اول بیا تشناب جور کردن ہے. تو اول تشناب شما پاکستان